الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن در تلاش این است که ما از خود یک شخص قرآنی بسازیم و جامعه ما جامعه قرآنی باشد و زبان ما همیشه با قرآن تر و تازه باشد و قلبمان را با قرآن عظیم الشأن قوی بگردانیم و همیشه قلب ما و زبان ما و وجود ما در خدمت قرآن باشد. بدون شک این برای یک انسان افتخار است که کلام الله را، کلام خالق خود را، کلامی که در پیشگاه الله متعال دارای ارزش و مقام است و جایگاه خاصی دارد، همچنان که سخن الله، همچنان که الله متعال بر بندگان خود و بر مخلوقات خود فضیلت و برتری دارد، کلامش هم بر کلام دیگران و بر سخن دیگران همچنان فضیلت و برتری دارد و این صفتی از صفات پروردگار متعال سبحانه و تعالی می باشد، صفت کلام. الله متعال سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده که همیشه با قرآن باشیم و قرآن را در زندگی خود داشته باشیم و هیچ گاهی خودمان را از قرآن دور نکنیم. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین قبل از هر چیز، قبل از این که به سراغ آیات برویم، درس از تجوید را به خدمت شما عزیزان بیان کنم و شرح موضوعی را به خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. چنانچه شما مستحضر هستید و در جریان هستید، ما در برنامه‌های گذشته در چند برنامه متوالی دنبال هم در مورد مخارج حروف صحبت کردیم و مخارج حروف را تمام نمودیم، مخارجی که آنها حقیقتاً برای ما درست تلفظ کردن آیات پروردگار، آیات قرآن عظیم الشأن را و آیات قرآن را برای ما میدهد، آنها را ان شاء الله که با همدیگر تکرار کردیم و با همدیگر دیدیم و امید است که ان شاء الله بینندگان عزیز ما از آن استفاده کرده باشند و ان شاء الله چنین است. اجازه بدین که در بخش دوم تجوید که همان صفات حروف است، به خدمت شما مطالبی را در مورد صفات حروف بیان بکنیم. چیزی که ما امروز به آن ان شاء الله اشاره خواهیم کرد و موضوعی که به آن ان شاء الله بحث خواهیم نمود، بحث صفات شدت و رخوت هست که در تلاوت قرآن عظیم الشأن بعضی از آیات هستند که با شدت و با قوت ادا می شوند. بعضی از حروف با شدت و قوت ادا میشن و صدا در وقت تلفظ آنها کاملا حبس میشه، صدا بند میشه، صدا نه نفس، صدا کاملا حبس میشه و بند میشه. یک قسمت دیگر هستند که در میان حبس صدا و در میان این که ما صدا را بند بکنیم و در این که صدا را رها بکنیم متوسط هستند و در میان این قرار دارند. و بقیه حروف صفتی دارند که حقیقتا صفت رهایی صدا هست، صدا بند نمیشه و متوسط هم نیست، بلکه صدا رها میشه که ما به هر کدام از اینها ان شاء الله در این درس خواهیم پرداخت که صفت شدت یعنی حبس صدا و حبس صوت و صفت رخوت که همانا رها نمودن صدا هست بدون حبس و بدون بند نمودن آن. در اینجا این تصویر را با هم دیگر میبینین برای شرح بیشتر موضوع. در اینجا چنانچه شما میبینید نوشته است صفت شدت و این صفت شدت دارای چند حرف است؟ دارای 8 حرف است. 8 حرف را شما در اینجا مشاهده میکنید. توجه بکنین، صفت شدت، این نکته را، حرف اول حرف همزه هست، حرف همزه هست که وقتی ما این صفت را در واقع وقتی این حرف را ادا میکنیم صدا را کاملا حبس میکنیم. مثلا میگین ت ت
وقتی خواسته باشیم ادا بکنین ت صدا کاملا بند میشه، صدا کاملا حبس میشه. مثلا خواسته باشیم جیم ادا بکنین میگین اج، نمیگین اج، نه اج، صدا کاملا بند میشه. مثلا دال خواسته باشیم ادا بکنین میگین اد. قاف خواسته باشیم ادا کنین میگین اق. کاملا صدا بند میشه. در قسمتی که ما در مخارج حروف هم به این نکات تقریبا به صورت گذرا اشاره کردیم. ات، نمیگین ات. امکان نداره، یعنی نمیتونیم که صدا در واقع آن را خواسته باشیم که ادامه بدین، مجبورین که صدا را بند بکنین، صدا را حبس بکنین. اب، صدا بند میشه کاملا. اک، صدا کاملا بند میشه. ات، باز هم صدا بند میشه. که اینها را علما این 8 حرف را جمع کردن در این جمله: اجد قط بکت. همزه، جیم، دال، قاف، تا، با، کاف، تا. این 8 حرفی که به اینها صفت شدت هست. وقتی که ادا میکنیم صدا را بند میکنیم. 5 حرف دیگر در اینجا هستند که متوسطند بین شدت و رخوت، یعنی نه صدا کاملا حبس میشه و نه هم کاملا صدا را به صورت مستقیم رها میکنین، کلا جلو صدا را رها کنین، و نه هم کلا صدا را میبندین، بلکه متوسطند که یکی حرف لام هست، حرف نون هست، حرف عین هست، حرف میم هست، حرف را هست. مثلا وقتی خواسته باشین بگین ال، یعنی متوجه اگر بشین شما وقتی با خود تمرین بکنین، کاملا صدا رها هم نمیشه، کاملا صدا حبس هم نمیشه، بلکه متوسطه، کاملا متوسطه. هم اندک صدا خودش را رها میکنه و همچنین انسان احساس میکنه که صدا کمی بند میشه، یعنی متوسطه در میان آنها. یا حرف نون مثلا ان، اینجا توجه داشته باشین که در این هم صدا بین شدت و بین رخوته، یعنی که نه صدا کاملا حبس میشه و نه کاملا رها میشه. هم انسان احساس میکنه که صدا میخواه بند شه، هم صدا احساس میشه که در حال رها شدنه، یعنی هر دو صفت در اینجا هست. ام مثلا نه صدا بند میشه و نه هم صدا کاملا رها میشه، بلکه در وسط اینها قرار داره. که این 5 حرفی که متوسط بین شدت و رخوته، اینها رو جمع کردن به این جمله: لن عمر، یعنی نرم باش ای عمر. خب این 8 حرف صفت شدت داشت، این 5 حرف در اینجا صفت رخوت، صفت بین شدت و رخوته، یعنی متوسطه. و این بقیه حروف، یعنی غیر از این 8 حرف و غیر از این 5 حرف، بقیه حروف هر چی که در زبان عربی شما حرف دیگری را دیدید صفت رخوت داره. مثلا وقتی سین را خواسته باشیم، به عنوان مثال سین از جمله اینهاست، صاد از جمله اینهاست. مثلا خواسته باشیم ادا بکنیم یا ثا مثلا خواسته باشیم ادا کنیم، چی میگین؟ اث. شما احساس میکنین که صدا در حال امتداده، یعنی صدا کاملا حبس نمیشه، صدا در حال امتداده، صدا طولانی هست. مثلا بگین اس، صدا طولانیه. مثلا خواسته باشیم سین ادا کنین، میگین اس. مثلا خواسته باشیم بگین اح. میبینیم که صدا یعنی صدا طولانیه، صدا در حال حرکته، صدا خودش را میکشه. اما در حروفی که صفت شدت داره آنها داشت که اجدو قطین بکت، این 8 حرف اینها کاملا صدا را قطع میکنه، کاملا صدا را میبنده. اما 5 حرف دیگر در وسط این هاست، هم صدا
نه صدا کاملا قطع میشه، صدا کاملا بند میشه و نه هم صدا کاملا در حال رها شدنه، بلکه متوسطه در میان رها کردن صدا و در میان حبس صدا. این مطالبی بود که از صفات حروف اینها لازمه، اینها را بینندگان عزیز با دقت انشاءالله که توجه داشته باشند در وقتی که آیات قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنن، در این حروف اینها را انشاءالله که اجرا بکنن و توجه داشته باشند. بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که با همدیگر یک کلیپی و یک ویدیویی کوتاه یا یک ویدیویی را از عزیزانی که ویدیوهای را برای ما فرستادن، از تلاوت عزیزانی که تلاوت‌های آنها فرستاده شده، با همدیگر ببینین و بعد از آن انشاءالله در درسی که از آیات قرآن عظیم الشان از سوره مبارکه بقره هست در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. السلام علیکم، من نومم تورجان 9 سالم در قزاقستانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصالحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منه بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. از تاجیکستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. عزیزان و بینندگان گرامی، امروز با هم دیگر از آیات 225 تا آیت 230 ان شاء الله تلاوت خواهیم کرد از سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله لام جلاله اینجا پر میشه کم الله باللغو فی مد منفصله فی ایمانکم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ولكن اینجا بعد از نون ساکن یا آمده یا از حروف ادغام میکنیم ولكن همزه این همزه از حروفی است که وقتی ادا میکنیم صدا حبس میشه شدته. ولكن يؤاخذكم الله ولكن يؤاخذكم اینجا میم ساکنه بعدش با آمده اخفا میکنیم میم ساکن را. ولكن يؤاخذكم بما كسبت ای بما كسبت بت اینجا تا هم از حروفی است که شدت داره، از حروفی که صدا حبس میشه. بما کسبت قلوبکم قیلا هم به معنای این که اگر اینجا وقف کنید بهتره، وقف اولا هست. والله غفور حلیم والله لام جلاله پر خوانده میشه والله غفور حلیم یک بار میخوانیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. آیت 226 للذین یؤلون صدا کاملا حبس میشه. یؤلون من بعد از اون ساکن نون دیگه آمده اینجا ادغام میشه. من و غنه هم میشه. من نسائهم اینجا مد متصل هست. نسائهم تربصوا تربصوا را در اینجا پر میشه. اربعه اشهر اینجا بعد از تنوین که شما در اینجا میبینید فا آمده و فا از حروف اخفا میکنیم. اشهر فإن صلا هم به معنی این که وصل کنید بهتره. فإن بعد از نون ساکن فای دیگه آمده اینجا
باز هم اخفا میشه. و در اینجا فاء، اینجا مد متصل هست. فإن فاء فإن الله، اینجا نون مشدد غنه میشه. فإن الله لام پر میشه. فإن الله غفور رحیم. غفور رحیم. بعد از تنوین را آمده، را از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. غفور رحیم. یک بار آیه را میخوانیم. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. می رویم به سراغ آیت 227. و این بعد از اون ساکن عین آمده، عین از حروف اظهار میکنیم. و این عزمو میم با طا. عزمو مطلق و این عزموا الطلاق فإن الله این نون مشدده غنه میشه. اینجا لام هم پر میشه، یعنی لام بسیار با پر میخوانیم. فإن الله سمیع علیم. سمیع اینجا بعد از تنوین عین آمده، عین از حروف اظهار. سمیع علیم. یک بار میخوانیم. و این عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم. میرویم به سراغ آیت دیگر. مطلقات طلقات يتربصن را در اینجا پر میشه. بأنفسهن بعد از نون ساکن فا آمده، فا از حروف اخفا میکنیم. بأنفسهن نون در اینجا مشدد غنه میشه. ثلاثة قروء اینجا مد منفصل هست، مد متصل هست. قروء اینجا جیمه، علامت وقف جائزه، وقف هم بکنین جائزه، وصل هم بکنین جائزه. اینجا اگر خواسته باشین وقف بکنین میگین ثلاثة قروء، استاد میشین. ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین، بعد از اینجا میبینین که همزه تنوین داره، بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست. مجبورین که این دوتا رو با هم داخل بکنیم، ادغام بکنیم. قروء ولا يحل لهن نون مشدد غنه میشه. ان یکتمن اینجا بعد از نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام میکنین. ان یکتمن ما خلق الله لام پر میشه. فی ارحامهن اینجا مد منفصل هست.
را پر میشه. ارحامهن، فی ارحامهن، نون مشدد غنه میشه. بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا، نون ساکن را اخفا میکنیم. ان کن، نون مشدد غنه میشه. ان کن یؤمن، 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 نون مشدد غنه میشه. بالله، بالله، لام جلاله در اینجا این لام باریک خوانده میشه. بالله والیوم الآخر، والیوم الآخر، والیوم الآخر. جیم علامت وقف جائزه، میتونین در اینجا شما وقف کنین و میتونین هم وصل بکنین. در صورت وقف کنین میگین والیوم الآخر، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین میگین والیوم الآخر. ری را در اینجا باریک خوانده میشه، را پر نمیکنه. و بعولتهن، و بعولتهن، نون مشدد غنه میشه. احق، احق، احق. این دوتا ببینین، این دوتا در حقیقت با هم دیگر وقتی خواسته باشین که ما مخارج اینها را مشخص بکنین کاملا با هم فرق میکنه. یکی از اخیر حلق ادا میشه، یکی از وسط حلق. پس هر کدام را باید از جایش ادا بکنین. احق، 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 احق. برد، برد، برد. اینجا را پر میشه. برد، بردهن، بردهن، نون مشدد غنه میشه. فی ذلک، فی ذلک، فی ذلک. این بعد از نون ساکن همزه آمده، همزه از حروف اظهار میکنین نون ساکن را. ان ارادو، ارادو، ارادو. اینجا این ارادو، اینجا مد منفصل هست. ارادو به اندازه 4 حرکت یا 4 الف آن را طولانی میکنید. ارادو اصلاحا، اصلاحا، اصلاحا. اینجا جیم علامت وقف جائزه. اگر استاد کنین میگین اصلاحا، اگر خواسته باشین وصل کنین میگین اصلاحا، حو، حو. چرا که بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست. این تنوین را با واو ادغام میکنین. اصلاحا ولهن، ولهن، نون مشدد غنه میشه. مثل الذی، مثل الذی، مثل الذی علیهن، علیهن، نون مشدد غنه میشه. بالمعروف، 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 بالمعروف. اگر خواسته باشین وقف کنین جون علامت جیم علامت وقف جائزه، هم میتونین وقف کنین و هم میتونین وصل کنین، هر دو جائزه. اگر خواسته باشین وقف کنین میگین بالمعروف. اگر خواسته باشین وصل کنین میگین بالمعروف. للرجال، للرجال، را در اینجا باریک خوانده میشه. وللرجال علیهن، علیهن، نون مشدد غنه میشه. درجه، درجتو، درجتون، درجه. قیلا به معنای علامت وقف اینه که شما اگر وقف کنید بهتره، وقف اولا هست. اگر وقف کنید میگین علیهن درجه، ولی اگر خواسته باشین وصل بکنین چون بعد از تنوین واو آمده، واو از حروف ادغام ادغام میکنین، تنوین را با واو داخل میکنین. درجت والله عزیز حکیم. عزیزون اینجا اظهار میشه، تنوین اظهار میشه به خاطری که بعد از آن ها آمده، ها از حروف اظهاره. والله عزیز حکیم.
این آیه را با هم دیگر یک بار دیگه تلاوت میکنیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. میرویم به سراغ آیت بعد. الطلاق چنان شما میبینید اینجا این همزه وصل هست و بعدش لام آمده، خودش ساکنه ولی ما مجبوریم که این را فتحه بدیم. الطلاق چون بعدش لام هست یعنی الف لامه. الطلاق مرتان فامساکن در اصل حقیقتا اینجا تنوین هست ولی چون بعد از تنوین با آمده با حرف اقلاب، اینجا این تنوین به میم تبدیل میشه. اینجا فامساکم میم آن را در حقیقت ما تلفظ میکنیم در حالی که تنوین هست. فامساکم بمعروف بعد از تنوین همزه آمده، همزه از حروف اظهار میکنیم. بمعروف او تسریح حن اینجا بعد از تنوین باز هم میبینید با آمده با حرف اقلاب، این تنوین به میم تبدیل میشه که این میم کوچک را میبینید اینجا نوشته هست. او تسریح باحسان. اگر شما این میم کوچک را هم در بعضی از مصحف ها ندیدید، شما بدانید که اینجا در واقع یک میم مقدره، آن را میم شما بخوانید او تسریح باحسان. قلا هم به معنی اینکه اینجا وقف کنید بهتره. اگر وقف نکردین بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام میکنین. به احسان ولا يحل لكم ان تأخذوا ان بعد از ساکن تا آمده تا از حروف اخفا هست. ان خذوا ان تأخذوا مما میم مشدده در اینجا غنه میکنین. مما اینجا مد منفصل هست. مما آتیتموهن اینجا نون مشدده غنه میکنین. آتیتموهن شیئا. اگر این رو اینجا وقف کنین میگین شیئا، ولی اگر وقف نکنین میگین شیئا. چرا که بعد از تنوین همزه آمده، همزه از حروف اظهار، تنوین اظهار میشه. مما آتیتموهن شیئا الا اینجا
مد منفصل هست. الا ان یخاف، ای یخاف، یخاف، ای بعد نون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام اینجا ادغام میکنیم. ای یخاف مد منفصل هست. الا یقیم، الا یقیم، الا یقیم، ما نمیگین ما. ای یقیم اشتباهه، ای یقیم تثنیه هست. حدود الله، حدود الله، حدود دل، اینجا لام در واقع لام جلاله پر میشه. حدود الله، سلا هم به معنی اینکه اینجا وصل کنید بهتره، یعنی بخوانید الا یقیم حدود الله فإن اینجا بعد از نون ساکن در فإن خفتم، بعد از نون ساکن خا آمده، خا از حروف اظهاره، این نون ساکن رو اظهار میکنیم. فإن خفتم الا یقیم حدود الله، الا یقیم حدود الله فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما فيما افتدت فيما افتدت به فيما افتدت به. اگر خواسته باشین اینجا وقف کنین، چون قلاب معنای این که وقف اینجا بهتره میگین به، ولی اگر خواسته باشین وصل کنین میگین به تلك حدود الله، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. وقف هم بکنین میگین فلا تعتدوها، وصل هم بکنین میگین فلا تعتدوها. و جیم علامت وقف جایزه، هم میتونین در اینجا شما وقف بکنین، هم میتونین شما در اینجا وصل بکنین. و می بعد از اون ساکن یا آمده، یا از حروف ادغام میکنین. و من یتعد حدود الله، لام جلاله پر خوانده میشه. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هم الظالمون، هم الظالمون. یک بار این آیه را با هم دیگه تکرار میکنین. آیه نسبتاً طولانی هست. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. می رویم به سراغ آیت اخیر در این درس. فإن
بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست. فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له فلا تحل له من بعد از نون ساکن با آمده، با حرف اقلابه، اینجا اقلاب میکنین، یعنی نون را به میم تبدیل میکنین، میگین من بعد حتی بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا هست، اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم، این نون ساکن اخفا میشه. حتی تنکح زوجا حتی تنکح زوجا غیره. اینجا بعد از تنوین در زوجن، بعد از تنوین غین آمده، غین از حروف اظهار میکنیم. زوجن غیره، را در اینجا پر میشه. اولا این قلا هم به معنی این که اینجا وقف کنید بهتره. اگر وقف کنین غیره میگین، اگر وصل بکنین میگین غیره. فإن طلقها در این آیه بالا تکرار شد. فلا جناح علیهما، مد منفصل هست، علیهما ان یتراجعا، ان یترا را پر میشه. ای بعد از ساکن یا آمده، یا از حروف اخفا ادغام هست، ادغام میکنیم. ان یتراجعا، اینجا مد منفصل هست. این بعد از نون ساکن ضا آمده، ضا از حروف اظهار، از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. این ظن، اینجا اولا نون مشدده، اینجا غنه میکنین. بعد از آن هم اینجا مد منفصل هست. این ظن ای بعد از نون ساکن در اینجا یا آمده، یا از حروف ادغام هست، ادغام میکنین. ان یقیم حدود الله، لام جلاله پر خوانده میشه و همچنین قلا به معنی اینکه اینجا وقف کنید بهتره. حدود الله و تلک حدود الله، لام جلاله باز هم پر خوانده میشه. یبینها لقوم یعلمون، بعد از تنوین یا آمده، یا از حروف ادغام هست، اینجا ادغام میکنین. لقوم یعلمون. اجازه بدین که یک بار آیه تلاوت بکنم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. این بود از درس امروز که بینندگان عزیز و گرامی از آیت 225 تا آیت 230 به خدمت شما تلاوت شد. امید است که انشاءالله بینندگان عزیز و گرامی ما استفاده کرده باشند. اجازه بدین که با همدیگر میان برنامه را ببینین و در این میان برنامه شما این آیات را خواهید شنید دوباره و بعد از آن هم انشاءالله کلیپی و یا ویدیویی کوتاه از عزیزانی که تلاوت کردن و فرستادن انشاءالله پخش خواهد شد و بعد از آن در خدمت شما باز هم قرار خواهیم گرفت. اعوذ بالله من الشیطان
الرحمن الرحيم قل وله أحد له ثم لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وتب في جيدها حبل من مسد. السلام عليكم مارسناستون 4 سالم از هامبورگ هایکوسی در براتون میخونم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه له ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط مثلهما هو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سلام امودا میخوام سوره معون بخونم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أتيناك الكوثر فصل بك وأحد إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادل المدينة المنورة من الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. من آمن فانزل أسئلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. امروز از تجوید هم چیزهای صحبت کردیم، در مورد بعضی از صفات و برخی از صفات حروف صحبت کردیم و همچنین آیات 225 تا آیات 230 سوره مبارکه بقره را به خدمت شما تلاوت کردیم
و تلاوت های این عزیزان را هم با هم دیگر شنیدین. از این به بعد عزیزان میتونن با این شماره که زیر نویس شد تماس بگیرن و ان شاء الله که ما تماس های بینندگان عزیز و گرامی را وصل خواهیم کرد و صدای گرم عزیزان را خواهیم شنید. و خواهشم این است که عزیزان و بینندگان گرامی که تماس میگیرن همین آیات را تکرار بکنن. در مرحله اول تلاوت همین آیات را و بعد از آن اگر باز کدام تلاوت دیگری داشتین ان شاء الله که خواهیم شنید. خب اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو. سلام آقای فاتح، حال شما خوبه؟ علیکم السلام، تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار، بفرمایید. الله نگهدار شما. آقای فاتح یه سوالی برای من، یه رافضی یه حرف بیننده عزیز برادر گرامی برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن هست. اگر میخواین که تلاوت بکنین بفرمایید و الهی که سوال میشه که در برنامه‌های دیگه مطرح بکنین. و ساعت چند آقای انصاری ساعت چند برنامه داره که ازشون بپرسم؟ روز سه‌شنبه ساعت 7:30 میتونین که شما ان شاء الله ببینید. جزاکم الله خیر. به وقت ایران؟ به وقت ایران 8 ساعت 7:30 8 شب به وقت ایران. به وقت ایران؟ بله. به وقت لندن میشه 5:30. بله جزاکم الله خیر. تشکر از شما برادر عزیز. بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. الو سلام. علیکم السلام. میخوای تلاوت بکنی؟ میخوام نوره بخوان میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، جزاک الله خیر، آفرین. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده که پشت خط هستین بفرمایید. خب گویایی که بیننده عزیز ما متوجه نیستن. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. آیشه مجیدی هستم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. تشکر، سلامت باشین، جزاکم الله خیر. میخواین تلاوت بکنین خواهر گرامی؟ بله ممنون. بسیار خوب، بفرمایید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور عليم. للذين يعلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فلا فإن الله سميع عليم. والمتالعات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. درسته؟ بله. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فامساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما. خواهر گرامی اگر قافر درست تلفظ بکنین غین تلفظ نکنین. الا یقیما. همیشه من اینو اشتباه میگم.
نه، چون در زبان فارسی و در زبان عربی یعنی متاسفانه در میان فارسی زبانهای ما این مشکل یعنی نمیشه گفت به صورت کل، ولی در میان اکثرا هست، یعنی در میان اکثر هست که قاف را غین تلفظ میکنن. الا یقیم، یقیم، یقی قسمت اخیر زبانه. نه، قسمت اخیر زبانه بچسبانین به کام، به کام بالا، به قسمت بالا بچسبانین، سقف دهان، سقف بالا بچسبانین. یقیم. بله، حالا درست شد. الا یقیم، یقیم. الا یقیم حدود الله فلا الا یقیم حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. جزاكم الله خیر. بخش میشه چی بگم؟ بفرمایید. من همه جزء قرآن همه رو جمع‌آوری کردم تو فلش با صدای قاریان مختلف دارم تمرین میکنم. بعد دارم الان وسطای قرآنم دیگه دارم میخوام قرآن ختم. البته تو ماه رمضان یه بار این کار کردم، ولی بازم میخوام روون‌تر بشم، بیشتر یاد بگیرم، تمرین کنم. خیلی خوبه. خیلی ممنون. جزاکم الله از برنامه قشنگ. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. بسیار کار خوبیه و ان شاء الله که الله متعال شما رو موفق بکنه و این برنامه‌های تجوید کوشش بکنین که بیشتر تعقیب بکنین. ان شاء الله تجوید شما هم خوبه، خب به هر حال نیاز به تمرین داره، بیشتر تمرین بکنین. جزاکم الله خیر. خیلی ممنون. تشکر. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی که پشت خط هستین بفرمایید. خب گویان که بیننده عزیز ما متوجه نیستن. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ بیننده عزیز. خب متاسفانه که تماسشون کدام مشکل ایجاد شد. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر بزرگوارم. میخواین تلاوت بکنین؟ بله استاد محترم. بسیار خوب. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ سوره البینه رو براتون تلاوت کنم. بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاکم الله صدق خیر. الله العظیم. برادر از بزرگوارم تشکر از شما. اگر یک بار میشه آقا احمد از زمین صفحه اخیری را دوباره نشان بدن. برادر گرامی در یک نکته شما توجه داشته باشین، در فی نار جهنم خالدین فیها، بعد شما وقف هم کردین، وقتی وقف میکنین مد نکشین، چون اینجا جای مد یعنی در صورتی هست که شما نفسم سوخت، همینجا متوجه بودم استاد محترم، نفسم اونجا سوخت. چون اینجا جای مد وقتی وقف کنین مد زائل میشه، از بین میره، در صورت مد کشیده میشه که وصل بشه. جزاکم الله خیر. خیر باشین بچه‌های من زنگ سلامت باشین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. بچه‌های من باش. السلام علیکم و مرتب. علیکم السلام و رحمت الله. عمر جان بخوان، میخوای تلاوت بکنی؟ کجا رو میخوای بخوانی؟ میخوام سوره زلزله را بخوانم. بسیار خوب، بخوان عمر جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله عمر جان، بسیار زیبا بود. تشکر. ورما میخوای بخونه؟ بسیار خوب، باشه بخونه. السلام علیکم. علیکم السلام. زهره خانم میخوای بخوانی؟ بله. بخوان، میشنویم. کجا رو میخوای بخوانی؟ میخواستم سوره الهاکم التکاثر رو بخوانم. بسیار خوب، بخوان، میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظیم. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. آفرین، ماشاءالله، بسیار زیبا بود. تشکر. خداحافظ. تشکر از شما. جزاکم الله خیر و تشکر از شما و همچنین از پدر بزرگوار شما. الله متعال همه شما رو حفظ بکنه. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار، بفرمایید. سلام علیکم بیننده بزرگوار، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برکات من میخوام که دخترم قرائت کنه. بسیار خوب، میشنوین، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از تاجیکستان تماس گرفتی؟ چند ساله هستی؟ من میخوام سوره نبا رو بخونم. خیلی خوب. چند ساله هستی؟ 9 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. بخوان، میشنوی. اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقهم 7 شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إنا يوم الفصل كان ميقاتا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هنيئا وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا وكذبوا لا شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جزاك الله خیر، جزاک الله خیر. تشکر، ماشاءالله ماشاءالله، بسیار زیبا بود. تشکر، آفرین. خب تماس بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز و گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. از تاجیکستان میخواین تلاوت کنید. بسیار خوب، اگر صدای تلویزیون رو ببندین بهتره. بفرمایید. خب. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. میخوای تلاوت بکنی؟ میخوام تلاوت کنم. بخوان میشنوی. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله، آفرین. یاسین قرآن لکن کلمنا الله ذات مستقیم ذل و عزیز منزل بلق الرسول والليل نجم فيجعل القمر وجعل من بين أيديهم سدا سدا فصلنا فغيب فسواء المعذب إن جعلنا فينا إنما تنذر إنما تنذر من اتبع آفرین، جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، الله متعال تو حفظ بکن. آفرین، جزاک الله خیر. آفرین. خب تماس بعدی رو میشنوین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر بزرگوار. بفرمایید، میخواین تلاوت بکنین؟ سلامت باشین. اینجا بیبی مقدس میخواد که تلاوت بکنه. بسیار خوب بسیار خوب، باشه. بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخوای تلاوت بکنی؟ بله، سوره مزمل. بسیار خوب، بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. جزاك الله خير. جزاك الله خير مقدس خانم. جزاك الله خير. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام. تشکر از شما برادر بزرگوار. الله متعال شما و این سلامت باشین. فقط یک التماسی داره از شما، از تمام اطفال تشکر از مسلمانان خصوصا افغانستان دعا بکنم که خداوند مشکلات حل کنه. آمین آمین. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنوین. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. آیشه هستم از ایران تماس گرفتم. بله، میخواین تلاوت کنین خواهر گرامی درس امروز؟ نه، میخوام آیات الکرسی رو بخونم. بسیار خوب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تشکر از شما خواهر بزرگوار. تشکر. ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. خب بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که با همدیگر برویم ویدیو بعدی رو، قسمت سوم در این برنامه رو با همدیگر ببینیم و بشنویم و بعدا انشاءالله در خدمت شما باز هم قرار خواهیم گرفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذان عزیز، من اسلام 10 ساله هم در کشور قزاقستان زندگی میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرة از مدينة منورة عمر مدى سولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شازية المدينة منورة. أمرنا بانسولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. مسالك من محمد صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. من چندگل 11 ساله هستم از قزاقستان. من میخواستم سوره نصر را قرائت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من گلخانیم 10 ساله هستم از قزاقستان. میخواستم سوره فاتحه را بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من لاوین هستم 6 ساله از کردستان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو خدای یگانه است، خدا بیناست است، نه فرزندی دارد و نه خواهرانده، کسی به کسی مانند او وجود ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من آمینه خان از تاجیکستان، من 6 ساله. میخواهم برای شما سوره تکویر را قرائت نمایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، این ویدیوهای این عزیزان و گرامیان و نورهای چشم ما را دیدید. الله متعال به عمر همه برکت بده. تشکر از همه عزیزان. اجازه بدین که چند تماس دیگری هم با هم دیگر بشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر بزرگوار بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. میخوام سوره بقره بخونم. بسیار خوب، بفرمایید. سوره معارج بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر، جزاکم الله خیر. ماشاءالله، زیبا بود. تشکر. خب، تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. برادر عزیزم عبدالرحمن، شما چیزی حالت خوب است؟ الحمدلله الحمدلله. تشکر از شما. سلامت باشین. الله نگهدار شد. ما بسیار خوشحالیم برای دیدار شما. جزاکم الله خیر. تشکر، بزرگوارین. الله نگهدار. میخواستم فرزند من یک قرائت کنم. بفرمایید بشنویم. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خلاکی رنگیرم. میخواین تلاوت بکنین؟ بله. بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر. ایاکم انشالله. سلامت باشین. تشکر از شما. بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما. میخواین تلاوت بکنین؟ بله. از کجا تماس گرفتین؟ از جزیره قشم. بسیار خوب، ماشاءالله. بفرمایید. سوره عاشورا. خیلی خوب. سوره شورا. بفرمایید. سوره شورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. عین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. ولی یک نکته را توجه داشته باشین در آنجا که در همین آیاتی که شما تلاوت کردین، اگر میشه یک بار صفحه را نشان بدن. یتفطرن من فوقهن، شما اینجا استاد شدین، وقف کردین ولی نون را درست تلفظ نکردین چون نون در اینجا مشدده. من فوقهن. بعد کمی تمرکز بکنین بالای نون چون دو تا نون هست در اونجا در حقیقت، چون نون مشدده. جزاکم الله خیر. ممنون. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمین. مادرم جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن. لا يؤاخذكم في أيمانكم ويؤاخذكم بما كسبت والله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن مثل عليه والمرأة يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله منهن إن كن الله واليوم الآخر فبعولتهن أحق إن في ذلك إصلاحا مثل الذي عليه معصية للذي وللرجال عليهن الله عزيز حكيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. الله متعال شما و فرزندتان را حفظ بکنه. تشکر از شما. ماشاءالله زیبا بود. تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاكم الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنوین. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز بفرمایید صدای تلویزیون رو هم ببندین. خب تماس بعدی رو میشنوین. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب تماس بعدی. سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته باشی. حال شما خوبه؟ تشکر از شما. سلامت باشین برادر بزرگوار. این بچه میخواد قرآن بخونه. بسیار خوب، باشه که بخونه. بخونه؟ بله بله چرا نه، بفرمایید. گوشی خدمت. باش. الو. سلام علیکم، خوبی؟ بله. ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ میشه بگی چند ساله هستی؟ بله 10 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله. تلاوت کن، بخوان، میشنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. 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 ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع النادية. سندع الزبانية. كلا تطعه واسجد واقترب. جزاكم الله خیر. جزاكم الله خیر. آفرین، ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما. تشکر. و بینندگان عزیز و گرامی، این آیه سجده هم بود، کسایی که شنیدید.
و انشاءالله که سجده تلاوت هم به جای بیاورید. جزاکم الله خیر. تماس بعدی را میشنوین. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما، سلامت باشین، بفرمایید. میخوام سوره غافر را اولش را قرائت کنم. سوره غافر؟ بله. بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. صدق الله العظيم. فأخذتهم فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب. جزاكم الله خیر. میشه نام خود بگین؟ نام شما چیست؟ نامم ابوبکر از تاجیکستان. ابوبکر جان، فکر کنم که از شیخ هانی الرفاعی تقلید کردی، درسته؟ من از ماهر هم هانی رفاعی هم خلیل جلیل قرائت بسیار میکنم. ماشاءالله ماشاءالله. ولی همین تلاوت از هانی الرفاعی بود، درسته؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال حفظ بکنه ابوبکر جان. تشکر. باشه الحمدلله. در حق ما دعا کنید. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. خب بینندگان عزیز و گرامی، دیگه از این بیشتر نمیتونین تماس بگیرین. تشکری میکنم از همه شما، از همه برادران، خواهران، بزرگان، اطفال، تمام شما تشکری میکنم و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی همه شما را در پناه خود همیشه داشته باشد و من و شما را الله متعال سبحانه و تعالی از فتنه های روزگار در حفظ و امان خود داشته باشد. و به خصوص تشکری خاص دارم از عزیزانی که ویدیوها را برای ما فرستادن و چهره های مبارک هر کدام اینها را دیدین. حقیقتا همچنان که بعضی ها میگن که ما شما را دوست دارین، حقیقتا محبت تک تک از شما هم در قلب ما هست. این یک چیزی که نمیشه آن را پنهان کرد، یک حقیقت کاملا واضح و آشکاری هست. امیدواریم که الله متعال همچنان که ما را در اینجا جمع کرده، در روز قیامت هم در زیر سایه عرش خود جمع بکنه و پروردگار متعال ما را از بندگان نیک خود بگردانه. و تشکری میکنم از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی که زحمت میکشن برای فراهم نمودن، برای در واقع ترتیب دادن این ویدیوها و همچنین از اخراج این برنامه و کارگردانی این برنامه که الله متعال به ایشان هم جزای خیر بده. و باز هم تشکری میکنم از تمام شما عزیزان. الله متعال سبحانه و تعالی همه من و شما را در پناه خود داشته باشد و ما را از بلاها و آفات زمینی و آسمانی حفظ بکند. تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.